میخواد با حدیث و قرآن گفتگو کنه، پس تمام این احادیثی که لا و لحب هستن باید قبول شود. حدیثی که محمد با دیو کشتی گرفته، حدیثی که محمد در حالت ماهوار با عایشه سکس میکرده، حدیثی که گفته سلیمان با 100 زن در یک شب سکس میکرده، خب اینا احادیث هستن. پس یا حدیث را قبول کو یا حدیث را قبول نکو. اگر قبولش داری بیا که ما بریم دنبال سلسله راویان، بریم دنبال صحاح سته. اگر قبول نداری ببندش، پس اصلا نام حدیث را نگیر. اسلام را با حدیث خوب و بد معرفی نکن، چون به حدیث نه باور داری نه ارزش قائل هستی. الان میایم بالای خود متن قرآن، سوره طلاق آیه 4 گفته و آن زنان شما که از خون دیدن ماهانه ناامیدن. خب دوره یائسگی داره زنان که وقت سن بالا میره دوره به نام دوره یائسگی میره. اگر شک دارید که خون میبینن یا نه، عده طلاقشون 3 ماه است. فقط زنان شما که یائسگی دارن به خاطر اینکه بدونین که حامله هستن، حمل گرفتین، آبستن شدین یا خیر، 3 ماه باید عده طلاق داشته باشن تا شما متوجه شوید. و دخترانی که هنوز خون ندیدند نیست عده طلاقشان 3 ماه است. یعنی دختر کوچکی که هنوز عادت ماهوار ندیده مدت طلاقش در قرآن آمده. اینجا حدیث نیست، حرف از دهان الله برآمده. دختری که عادت ماهوار ندیده چند ساله است؟ از دختر شیرخواره تا چی؟ تا دختر چند ساله؟ تا دختر 12 ساله و 13 ساله. آیا میدونین اگر ما دوباره دنبال حدیث بریم در این مسئله که موضوع خرابتر هم میشه؟ مشخص میشه که محمد وقتهایی با عایشه رابطه جنسی انجام میداده که عایشه خودش از زبان خودش آمده. یعنی سلسله راویان ما نداریم، خود عایشه نقل قول کرده. اگر اینا حدیث و قرآن محور هستن بیاین بگن که ما حدیث و قرآن محور هستیم. اگر قرآن محور هستن احادیث را میبندیم. الان خودشان بگوین دختری که هنوز عادت ماهوار ندیده زن تو است یعنی چی؟ خب معلوم دار است که این کودک آزاری است، معلوم دار است که پدوفیلیسم محسوب میشه، معلوم دار است که اینجا توهین به کودکان هست، معلوم دار است دخترانی که با در افغانستان قربانی مردهای بزرگسال میشن و در تخت رابطه جنسی، در تخت خواب، در شب زفاف جان خود از دست میتن، برگرفته شده از این آیت قرآن هست. کسانی که حدیث محور هستند، عایشه پیامبر گاهی فکر میکرد که بر من دخول کرده است، در حالی که در واقعیت این کار را نکرده بود. صحیح بخاری جلد 7 کتاب 71 شماره حدیث هم 660. این چی بدبختی است؟ محمد با عایشه چی کار را داشته انجام میداده که فکر میکرده داخل کرده اما داخل نکرده بوده آلت خود در آلت عایشه. حدیث است، ما این را سانسور نمیکنیم، شرم نیست. چیزی که عایشه گفته، آیا از عایشه که در آب و حیای شما زیادتر است؟ از مادر مؤمنین که در آب و حیای شما زیادتر است که از خواندن از این حدیث بشرمین و بگوین کاوش توهین میکنه؟ این که در کتاب صحیح بخاری آمده، این که مقدسات اهل سنت است. اینجا گفتم محمد بعضی اوقات فکر میکرد که در من داخل کرده، در حالی که داخل نکرده بود. محمد چی کار میکرد با عایشه؟ همان عمل تفخید خمینی را انجام میداد. گذاشتن پای در وسط گذاشتن آلت تناسلی در وسط پاهای کودک و ارضای جنسی. فکر میکرد که داخل کرده اما داخل نکرده بوده. اینا شرم‌آور هستن. قرآن هم سند داره، حدیث هم سند داره، تاریخ اسلام هم سند داره. امو شیخ و امو فانی نمیدونم هر کاری که بود وقتی برای شما گفت این حدیث را چرا ازش نپرسیدین که جوابت پس به این حدیث چی است؟ محمد چی میکرده؟ نمیخواسته بر زن خود دخول کنه؟ نمیخواسته به زن 20 چند ساله دخول کنه؟ میترسیده؟ نه، نمیخواسته به کودک دخول کنه، میترسیده که کودک جان خود از دست نده. حرفم تمام است. هم شما عقلانی فکر کنین. خب اگر از او عقل استفاده میکنین، نه تنها در مسائلی که ما براتون میگم استفاده کنین، در مسائلی که اسلام هم میگه استفاده کنین. سپاس سمی جان. من